سازمان‌های فریدام ناو و هاگن لاولز قرارگاهشان در واشنگتن مراجعتنامه از نام 11 رهبر زندانی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به گروه کاری عاید به بازداشت‌های خودسرانه یک نهاد سازمان ملل متحد سپردند. خود درخواست دهندگان از سال 2015 هم در زندانند. مقامات آنها را به تلاش تبدلات دولتی گناهکار کردند. حقوقشناسان توسط این مراجعتنامه می‌خواهند خلاصه گروه کاری سازمان ملل را در مورد غیر قانونی بودن بازداشت این سیاستمداران مخالف به دست بیارند. در این مراجعتنامه از جمله تاکید شده است که ماه سپتامبر سال 2015 هم مقامات تاجیکستان بیش از 12 رهبر حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی را دستگیر نموده آنها را به تلاش ناکام تبدلات دولتی متهم نمودند. این هم در حالی است که به قول سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مقامات هیچ یک دلیل ثابت کننده را پیشنهاد نکردند. ما به رهایی بلافاصله این افراد از زندان دعوت میکنیم. از نگاه ما زندان به هیئت اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خطرناک است. آشوب اخیری تهیه کرده دویش در زندان و حمله به عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیانگر آن است که اعضای این حزب یکی از هدفهای حمله بودند. از این لحاظ به خاطر تامین امنیت مقامات باید حید و باقی مانده را حداقل در حبس خانگی نگه دارند. جایز به تاکید است که رسا یک سال پیش همین گروه کاری سازمان ملل زندانی نمودن معاون رئیس حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و صاحبکار شناخته زید سیدوف را نقض معیار بین المللی حقوق نامید و رهایی بلافاصله آنها را طلب کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان اظهار نمود که تاجیکستان وظیفه‌دار نیست این گونه طلب‌ها را اجرا نماید.